کار کفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه‌ای که دست به کار است. خوش آمدید مادر. خوش باش پسرم. نیلگون آمده گفت که با آنها معامله خوب کرده اید. تشکر. آن ادوکت را میرانم، دیگرش را میگیرم. زنگ میزنم جواب نمیده. میدانم. میدانید؟ برای همین اینجا آمدم. برای چی آمدید؟ گپ رو زیاد نمی کنم. میخواهم که به حالت پیشینه‌ات برگردی. یا عشق یا پول، یا آزادی یا محبس، یا نیلگون یا سوزن. اگر سوزن رو انتخاب کنی در مدت 1 ساعت رو آزاد میکنم. صاحب پول و قدرت میگردی، آزاد میشوی. اما اگر نیلگون رو انتخاب کنی آزادی و قوتت رو از دست میدهی. میروم و باری هم به قفایم نگاه نمیکنم و برای آزادی تو ذره کوشش نمیکنم. از این گفته ها شرم نمیدارید؟ چرا شرم کنم؟ کوشش میکنم که حیات و آینده پسرم رو حمایت کنم. همش همین است. یا گفته های ما رو اجرا میکنی تا که صاحب پول و قدرت شوی، یا در اینجا زیر پا میشوی. ایش چیزی عادی نیست مادر، چیزی عادی نیست. عشق گفته؟ عشق؟ پسرم، برای یک هوس گذرنده چرا اینقدر یک روی میکنی؟ این هوسمندی گذرنده نیست. هوسمندی گذرنده نیست. من به نیلگون 25 سال می شود که عاشقم. 25 سال می شود که دیوانه‌وار عاشقم. شما میگویید که گذرنده است. با من یک مراتب مانع شدید و من سرخم کردم. اما آن وقت نه عاشق شدم و نه با دوست داشتم زندگی کردم. دیگر این طور نمی شود. دیگر سرخم نمی کنم. من پول و قوه میگویم، تو باشی عشق میگویی. مادر، من به شما عشق میگویم، شما باشید پول و قوه میگویید. یعنی دو پایت رو به یک موزه میاندازی؟ هرگز. تنها عشق میگویم، تنها عشق. از کارهای شده بسیار غمگین شدم. کاش که آن وقت در برتان می بودم. شاید از دستم یگان کار می آمد. از این پس چی کار کرده می توانیم؟ این مهم است. همین مجیده به شما بسیار چسبیده است. مسئله مجیده رو خودمون حل می کنیم. او مهم نیست. اینجا مهم کمال است. با این همه بلاها او سزاوار نیست. همه کلفت ها بالای هم می آیند. یعنی او چطور به حبس افتاد؟ این جنایت رو چرا به سر او بار کردند؟ هنوز فرصتی هم نشد که اینها رو فکر کنم. شاید قاتل عزیز شخصی از اطراف خودمون باشد و حال آزاد در کوچه ها سیر می کند. کوزه هنگامی کشاندنی آب می شکند. بی این هم عزیز آدمی بد بود و یک چند کس را رنجانده است. هزارها آدمان دیگر می توانستند این کار را کنند. اون سلاح چطور به آنجا آمد؟ چقدر گناهکار این حادثه کمال شد. در حقیقت هیچ فهمیده نمیتوانم. من ادوکتی را میشناسم که به کارهای من کمک میکند. با او صحبت میکند. مجیده میخواهد که گوش کمال را کشد. حالا این را میفهمیم. باز اینها هستند. حجت ها آیدی قرضدار بودن، اما اصلا چی بودنشان را انیق نمیدونم. ادوکت قرض بسیار دارد گفته بود. از دادگاه، از انداز، از نمایندگان شرکت، از ادوکت ها. احوال نه آنقدر خوب است. من این را تفتیش میکنم. در بخش مالی شرکت رفیق دیرینه من کار میکند. از او پرسان میشوم. فهمم. تشکر. من به تو خبر میدیم. من زنگ شما رو انتظار میشم. مایلش. خیر، تا بازدید. تشکر. سلامت باش. تا بازدید اکای احمد. تشکر.
سلام زیبایک. در اینجا به طور نادمان زندگی دشوار است، اما در اینجا و کوچه ترتیب و انتظام یک است. اما اگر دست کشاد شوی در اینجا زندگیت را آسان میکنم. اگر نشوی در اینجا عذاب میکشی، سخت عذاب میکشی. چه میخواهی؟ پول میخواهی؟ در برای میگون چیز ندارم. شهرت کفایت است. انتظار میشه و میگیرین. توبه کردم خدایا. باز وا خوردیم. بله همین خیل شد. اما تو مثل من خرسند نیستی چون که دیگر زنگ نزدی. نه این به اعتنایی نیست. این وقتا مشکلی های زیاد دارم برای همین، ولی به زودی من جبران میکنم. کار نداشته باشی حاضر کن. در این نزدیکی قهوه خانه خوبی هست. مایلش راضیم. بیا. صادرات استحصالات از انگلستان و فرانسه است. همه استرها از خارجه آورده شده است. خیر، متاها رو خودتان استحصال میکنید یا از خارجه میخرید؟ تیارش رو میخریم. چه خیلی که گفتم از کار رفتن مهندسمون ما را به مشکلی دچار نمود. برای همین به کارگری نو احتیاج داریم. سفارش‌هایی داریم که باید در وقتش حاضر نمایید. من هر چی لازم باشد میکنم. اینطور باشد به کار سر کنید. کار از آن شماست. عاید سوغور